اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن عدوهم. یکی از جمله کارهایی که برای یک مبلغ دین خیلی لازم و ضروری هست که یاد بگیره اینه که برای یک خدا ناباور باید از طریق گفتگو بتونه حجت را تمام کنه بر این که الله تبارک و تعالی موجوده و وجود دارد. خیلی خوب. و در این جلسه بنا هست که انشاءالله همین مسئله به یاری خداوند متعال برای شما بیان شود. ابتدا قضیه از این چنین شروع میکنیم. برای اون شخصی که خدا ناباور هست، برای او میگیم که اگر یک وقت شب خواب بشیم، صبح از خواب بلند بشی، حساب بانکی خودت را نگاه بکنی، ببینی ولی 20 میلیون دلار به حساب بانکی تو اضافه شده. باز شب خواب بشی، صبح از خواب بلند بشی، ببینی داخل حولی تو یک دانه موتر بسیار عالی، یک دانه ماشین خیلی مدل بالا اونجا پارک شده و رویش هم نوشته شده که مثلا این مخصوص، خب حالا اسم از او هرچی که باشه، مثلا اگر زید بود این مخصوص آقا زید مثلا. باز شب خواب بشی، صبح از خواب بلند بشی، ببینی بهترین کامپیوتر روی میز تو گذاشته شده و اونجا نوشته که این مخصوص مثلا آقای زید. باز شب خواب بشی، صبح بلند بشی، ببینی بهترین غذاها مثلا برای تو آماده شده. وقتی این کار مکرر اتفاق بیفته، آیا تو در اونجا فکر نمیکنه که یک کسی داره این خوبی ها را در حق تو کرده؟ یک کسی آمده این کارها را برات انجام داده؟ اون اگر انسان مریضی نباشه، انسان عاقلی باشه، میگه بله. و اونجا یقین میکنم و عقل ما برای من میگه که یک کسی اینها را برات انجام داده، یک کسی این احسان و این خوبی را در حق تو کرده. خیلی خوب. بعد از اون که این قضیه اتفاق افتاد، برای او بگو که آیا تو بعد از اینه که این احسان ها در حق تو شد و یقین کردی که یک کسی این کارها را در حق تو انجام داده و این خدمت ها را برای تو کرده، تو کنجکاو نمیشی که او را بشناسی؟ خیلی خب. باز هم اون اگر انسان عاقلی باشه و اگر انسان مریضی نباشه، میگه بله، من خیلی دوست دارم اون کسی که این خدمات را برای من انجام داده، دوست دارم او رو بشناسم و دنبالش هم میگردم. خیلی خوب. مرحله سوم، برای او بگو که آیا امکان داره اون شخصی که این خدمات را به حق تو انجام داده، این خوبی ها در حق تو انجام داده، از اون طرف دیگه خیلی خوب، طبیعیه که تو کنجکاو میشی و اون که این خدمات را برات انجام داده این چنین، خب اون میفهمه که تو هم دنبال او هستی، دنبال شناخت او هستی و شناخت تو برای او مهمه. اینقدر مثلا از تو اطلاع داره که میدانه که ماشین دوست داری، میدانه که کامپیوتر دوست داری. خیلی خوب. اینها رو برات فراهم کرده و بعد از اون این رو هم خوب میدانه که تو دوست داری او رو بشناسی و شناخت تو از او خیلی اهمیت داره و خیلی هم مهمه. یعنی به همون اندازه که مثلا او همین خدمات رو برات انجام داده، چندین برابر از او شاید شناخت او برای تو مثلا لذت بخش باشه، چون تو اون کسی که این خدمات رو به حق تو انجام داده او رو داره میشناسی. یک کسی که اینقدر مثلا برای تو خوبی کرده، شناخت او خیلی لذت داره. خیلی خوب. تو برایش بگو که بعد از با این مقدمه که اول او خوبی کرده به حق تو، بعد از اون که میدانه که تو دوست داری که او رو بشناسی، بعد از اینها آیا امکان داره اون شخص خود معرفی نکنه برای تو؟ خیلی خوب. در اینجا اون چیزی که انصافه، شخص یا یقین میکنه که اون حتما خودش را برای من معرفی میکنه، یا اگر یقین نکرد احتمال خیلی قوی میده و اصلا بعید میدانه این را که اون خود معرفی نکنه و این را عقل شهادت میده. عقل در اینجا میگه که خیلی بعیده
که اویی که این همه خدمات رو برای من انجام داده و از اون طرف دیگر هم میدانه که من مشتاقم که او رو بشناسم، بعیده که او خود معرفی نکنه. خیلی خوب، بگو تا به اینجا که ثابت شد که اول این خدمات در حق تو انجام شد، بعد از اینه که این خدمات در حق تو انجام شد تو دوست داشتی و کنجکاو بودی و دنبالش میگشتی که همچین آدمی، همچین شخصی که این خدمات رو به حق تو انجام داده او رو بشناسی. بعد از این اون هم بعید خود معرفی نکنه. اون زمان بعد از این مقدمات نگاه میکنه یک روز به موبایل تو پیام میآید، در تلگرام تو پیام میآید. اون پیام چیه؟ پیام میآید که بله چندین نفر پیام میده. یک نفر پیام میده میگه که این کارم من برات انجام دادم. این شخص به نام، مثلا یک شخص به نام آقای الف، این میایه میگه من همین کار رو برات انجام دادم، این خدمات رو انجام دادم. خب از اون میپرسیم که تو که این کارها رو انجام دادی صفات تو چیه؟ اون مثلا صفات خود بیان میکنه که میگه من یک انسانی هستم که بوجی به پشت من هست، اونجا آشغال جمع میکنه. این چنین خود معرفی میکنه. یک شخص هم به نام آقای ب برات پیام میده در تلگرام، میگه من او کار رو به حق تو انجام دادم. میگه از کجا معلوم؟ میگه من فلان 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 صفات رو دارم. حالا اون صفاتش چیه؟ مثلا من یک دکان دارم در فلان جا. یک شخص دیگه باز پیام میده برات، میگه من او کارها رو من انجام دادم. خیلی خوب، خب صفات تو چیه؟ اون صفات خود بیان میکنه که من این چنین میلیاردرم فلان و فلان، این چنین بله آرگا و بارگا دارم. باز تو منتظر می نشینی میبینی دیگه کسی هم ادعا نکرد، با توجه به اون مقدمات که اون بله که اون این خدمات رو در حق تو انجام داده و میدانه که تو دوست داری او رو بشناسی و از یک طرف دیگر بعیده که او خود معرفی نکنه. در اینجا تو نگاه میکنه از بین همین کسایی که ادعا کرده مناسب ترین از او انتخاب میکنی و ترتیب اثر میدی و او رو قبول میکنه به عنوان همون کسی که این خدمات رو برات انجام داده. خب اون شخص آشغالچین که هست او خب میفهمی، میگه ای که اگر این چنین سرمایه میداشت اول خود نجات میداد، خودش اونجا آشغال جمع نمیکرد. اون دومی هم که میگه متناسب با اون نیه. آیا یک شخص دکاندار امکان داره اونقدر سرمایه داشته باشه که این همه خدمات رو برای من انجام بده؟ خیلی خوب، پس او هم قبول نمیکنه. اما سومی تو دیگه ترتیب اثر میدی بعد از یک مدتی که فکر کردی با توجه به اون مقدماتی که من عرض کردم، دیگه ترتیب اثر میدی، میگه درسته و او را به عنوان همون کسی که این خوبی ها در حق تو کرده میپذیری و دیگه بله میگی این کار درستی. چرا؟ چون این را عقل میگه. عقل میگه که بعید او خود معرفی نکنه و وقتی مناسب، یک شخصی که مناسب هست و قرائن و اینها بله دلالت میکنه که این میتونه همون شخص باشه، دیگه ترتیب اثر میده و اون را قبول میکنه به عنوان کسی که این خوبی ها را در حق تو کرده. خیلی خوب عزیزان من، حالا این اقرارها را که وقتی از او گرفتی، چون اون کسی که بگه نه من او را قبول نمیکنم، که بله اون کسی که مثلا آمده ای ادعا کرده من او را قبول نمیکنم، خب اون انسانی هست که انسان درست نیست. خیلی خوب، یک شخصی که این خوبی ها را به حق تو کرده وقتی که اون منفرد هست در ادعا کردن، منفرد هست و کسای دیگر یا ادعا نکردن یا اگر ادعا کردن این ادعای بله این خیلی واضحه که اونها واضح البطلانه، که اونها نمیتونن صاحب اون بله اون خدمات برای تو باشن. پس همون یک نفر که میتونه یعنی مناسب هست و که این خدمات رو برات انجام بده و ادعا هم کرده، مخصوصا بعد از اون مقدماتی که ما توضیح دادیم، دیگه عقل تو ترتیب اثر میده و همون میپذیره. بله و اگر او رو نپذیری خب ملامت میشی، چون میگه که اگر خب همی باشه خب پس او چگونه بیای خود معرفی بکنه دیگه؟ اویی که این کارها رو انجام داده خب آمده خود معرفی کرده، اگر کسی دیگری میبود اون حتما خود معرفی میکرد. وقتی کسی دیگری معرفی نکرده و این شخص مناسب هم هست که این کارها رو انجام داده باشه و ادعا میکنه، اون زمان این عقل تو ترتیب اثر میده و اون را به عنوان همون
بله ولی همون خدمات میپذیرن به عنوان کسی که اون خدمات رو انجام داده. خیلی این یک مثال. مثال دوم، شما عزیزان من مثلا یک جای یک چیز گم شده باشه. خیلی خوب، شما یک چیز با ارزش گم شده، مثلا فرض کن یک دانه موتر گم شده، موتر خیلی مدل بالا. وقتی که تو این موتر پیدا بکنی، تو احتمال نمیده که صاحب از این دنبال از این میگرده. بله خب خیلی بعیده که صاحبش دنبالش نگرده. خیلی خب این پس صاحب این حتما دنبال از این میگرده و بعیده که دنبالش نگرده. حالا افراد مختلف میاین ادعا میکنه. یک نفر مثلا میای ادعا میکنه که فرض کن که بله طفل کوچیکیه که هنوز رانندگی بلد نیست، اون میای میگه از من هست. یک نفر دیگه هم که میایه مثلا که اون فرض کن که اونجا کراچی به دستش هست، اون کراچی وانی میکنه داخل بازار، او هم میایه میگه از من هست. یک نفر دیگه میایه ادعا میکنه مثلا که خیلی سرمایه داره، مثلا رئیس بانک، او هم میایه ادعا میکنه. خیلی خوب، از بین این سه تا تو کدام یک رو انتخاب میکنی؟ میگه که همون رئیس بانک اون درسته. چرا؟ چون این طفل کوچیک این که رانندگی بلد نیست، اون دومی هم که ولی مناسب نیه همچین ماشینی داشته باشه، پس این رئیس بانک این درسته. با توجه به این مقدمه که اگر کسی دیگر صاحب ماشین می بود اون می آمد ادعا میکرد، خودش را ظاهر میکرد، معرفی میکرد. با توجه به این مسئله خب تو ترتیب اثر میدی، میگی که درسته از همی هست و اون زمان خیلی خوب همون ماشین رو تحویل از اون میکنی. بسیار خوب. چرا؟ چون کسی دیگه نیامده ادعا نکرده. و نهایت که این بشه یک نشانی هم از اون میپرسی بعض از قرائن، باز اون مثلا بعض از نشانی های از اون که بیان کرد میفهمی که این همویه. خیلی خوب. حالا دوستان عزیز با توجه به این مقدمات از اون شخص میپرسی که تو دو چشم داری، دو لب داری، زبان داری، دست داری، پای داری، این هوا هست که ایر مثلا چیکار میکنه؟ ایر استشمام میکنه، هوا تنفس میکنه توسط او، آب هست و تو غرق در نعمتی. یعنی اگر یک از این نعمت ها از تو گرفته بشه، یک از این چیزهایی که برات کاربرد داره از تو گرفته بشه و حاضر بشن برید همون 20 میلیون دلار و مثلا همون ماشین، همون کامپیوتر، همون غذاهای خوبه بدن، یک از اینها را از تو بگیرن، تو حاضر نمیشه بفروشی. مثلا بگن چشمای خودخور بده، اینها رو برید میدیم. کدام انسان عاقلی هست که این معامله را قبول میکنه؟ پس نعمتهایی به دسترس تو قرار گرفته که خیلی بالاتر از اون مواردیه که ما نام بردیم. حالا تو احتمال نمیدی با توجه به این که این اعضای بدن تو مثلا دست، مثلا لب، زبان، چشم، اول اینها در ساختار خیلی پیچیده هست، به گونه ای که پیچیدگی اینها باعث به وجود آمدن علم شده. یعنی درباره چشم وقتی مطالعه میکنن کتاب ها نوشته میشه، درباره دست همون رقم، درباره لب، درباره زبان، از جهات مختلف اینها میتونن مورد مطالعه قرار بگیرن. پس اینها در خلقت، در ساختار بسیار پیچیده هست. و از یک طرف دیگر چقدر کاربرد داره اینها برای تو، این چشم، لب، زبان، اینها کاربردهای خیلی عالی برای تو داره. خیلی خوب، با این دو مقدمه آیا عقلتون میتونه منکر سازنده بشه که اینها بله یک سازنده ای نمیتونه داشته باشه؟ دوستان عزیز و والله و بالله قسم، عقل هر چقدر زور بزنه نمیتونه منکر بشه سازنده اینها رو. یعنی همونطور که شما مثلا عقل 2 جمع 2 مساوی به 4 میشه، عقل میتونه این کار بکنه؟ هرگز نمیتونه. به همون اندازه عقل هیچ وقت نمیتونه منکر بشه سازنده اینها رو. پس اینها یک کسی هست که اینها رو ساخته، طراحی کرده، اینها رو درست کرده، پس اینها سازنده هست. همین که سازنده قبول شد، خب خدا ثابت میشه دیگه. حالا از کجا این سازنده؟ اون الله. چرا؟ چون متناسب ترین کاندیدایی که این ادعا را کرده الله، غیر از الله تبارک و تعالی اون کاندیدایی که خود معرفی کرده باشه و متناسب هم باشه ما نداریم. پس الله تبارک و تعالی متعینه به این که ولی این نعمات باشه که در دسترس ما قرار گرفته.
خیلی خب این چنین با او گفتگو میکنی و مطالب بر خدمت او بیان میکنه و او اگر از کسایی باشه که اهل انصاف باشه خب هدایت میشه و یک مدت هم والا برش وقت بده، بگو این مطالبی که گفتم اینها را مثلا تو بله این روی اینها فکر بکن. اگر انسان منصفی باشه فکر میکنه و انشاءالله دیگه هدایت میشه. و قرآن کریم هم به همچنین مواردی دوستان عزیز استدلال میکنه. قرآن کریم احادیث ائمه علیهم السلام اغلبیت وقتی خداوند متعال ثابت میکنن و همچین چیزهای مثال میزنن. بله استدلال هایی که در مکتب اهل بیت علیهم السلام بر وجود خداوند متعال بر اثبات الله تبارک و تعالی شده، سعی میکنه که شبیه استدلال های فلسفی نیه که اونجا بره بله علت العلل یا مثلا امثال اینها را ثابت بکنه با اون دیزاینی که در فلسفه و امثال اینها اونجا بحث میشه. خیلی خوب، پس قضیه از این قرار بود دوستان عزیز. و همچنین اون بله شما بگو که در این بله اشیایی که مثلا در دسترس ما قرار گرفته ما یک گم شده داریم که سازنده اینها کیه. خیلی خوب، باز هم وقتی در بین مدعیان نگاه میکنه مناسب ترین مدعی الله تبارک و تعالی و بقیه نمیتوانه، یعنی بقیه کسایی که ادعا کرده و خود برای ما معرفی کرده چی کساییه؟ یا مثلا اونجا میرن یک بوتر میارن یا یک چیزی که شبیه انسان میارن. خب ما انسان خب عقل شهادت میده که اینها نمیتونه که خالق همچین بله همچین آثاری باشه. پس یگانه کاندیدایی که متعین هست در این که اینها آثار او باشه فقط الله تبارک و تعالی. و با این بیان دوستان عزیز ثابت می شود بله وجود الله تبارک و تعالی. خود خداوند متعال در آیات مختلف از قرآن کریم میگه فبأی آلاء ربکما تکذبان، و همین به عبارتهای مختلف در بعض آیات دیگر هم هست. خیلی خب اینها رو خداوند متعال خودش گفته، کدام یک از این نعمتها را انکار میکنه؟ یعنی این نعمتها شما اگر تعقل بکنید، تفکر و تأمل بکنید، من را برای تو معرفی میکنه و من بیانش را دوستان عزیز خدمت شما گفتم. و اگر بعد از اینها دیگه این توضیحات را دادی مرحله به مرحله با او پیش رفتی، اون باز منکر نشد، بعد از اون باز برایش این چنین بگو پس خداوند تو فرض بر این بگیر که الله تبارک و تعالی موجود می بود. حالا تو که قبول نداری که حقیقتا، بگو فرض کن وجود می داشت، اون چیکار میکرد که تو بله بفهمی که او وجود داره؟ خیلی خب اونجا اون میمانه دیگه. بله یگانه راه اون خدایی که با چشم دیده نمیشه، اون خدایی که مثلا بله اون سطح اون خیلی بالاتر از اینه که بیایه با ما صحبت بکنه، ما تحمل اون را نداریم. خیلی خب پس اون پروردگار عالم راهش همینه که آثاری قرار بده از خود که هیچ کس نتوانه اون را انکار بکنه مگر این که خود را و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه، مگر این که خودش را خواسته باشه به دیوانگی و مریضی بزنه. خیلی خوب این عزیزان من، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و العن عدوهم.